اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. دکتر محمد حسن قیاسی معین وزارت صحت عامه از چندین مرکز صحی ولسوالی های قندهار بازدید نمود که در جریان بازدیدشان از خدمات کارمندان صحی قدردانی کرده است. آقای قیاسی در دیدار اطمینان داد که شفاخانه ولسوالی اسپین بولدک از 25 بستر به 50 بستر افزایش می‌یابد. از سوی هلال احمر افغانی در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان به 650 خانواده نیازمند و فقیر مواد خوراکی توزیع گردید. اداره تکنیکی و مسلکی میگوید چندین تن جوانان به گونه مشترک یک طیاره ساخته است که تا فاصله 2 کیلومتر پرواز کرده میتواند. از قلوردوی عزم 215 به تعداد 650 تن مجاهدین فارغ گردیدند. 650 تن مجاهدین امروز طی مراسم خاص پس از فراگیری از آموزش تعلیمات مقدماتی نظامی و دینی شورا به قلوردوی 215 عزم ولایت هلمند فارغ گردیدند. از سوی وزارت معادن و پترولیم در ولایت کنر به ارزش 5 میلیون افغانی کار ساخت ترازوی کامپیوتری آغاز شده است. در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی ادامه تعامل با حکومت افغانستان مورد بحث و تاکید قرار گرفته است. این نشست که یک شنبه گذشته در جده عربستان سعودی برگزار شده بود، بر اعزام هیئتی از علمای دینی بر افغانستان نیز بحث و گفتگو شده است. وزارت فواید عامه ده‌ها مسافر گیرمانده را در جریان بارش برف اخیر در مسیرهای برف گرفته نجات دادند. وزارت امور مهاجرین میگوید که با تلاش سفارت افغانستان و اداره مهاجرین در اسلام آباد 40 زندانی افغان از زندان ایالت سند پاکستان آزاد شده اند و گفته این وزارتخانه در میان زندانیان آزاد شده 4 خانواده افغانی شامل می باشند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید امروز در جلسه با حضور معاونین رؤسا و کارشناسان پلانسازی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در رابطه به تهیه و ترتیب پلان استراتژیک 5 ساله آن وزارت بحث و تبادل نظر صورت گرفت و برای طرح یک پلان مؤثر و مفید تصامیم لازم اتخاذ شد.